سلام به همگی. امروز میخوایم با هم سفری کنیم به دل یک داستان فوق‌العاده زیبا و تأثیرگذار. داستانی به اسم نوری در سایه که از یک کتاب فروشی قدیمی و پر از گرد و غبار شروع میشه. بیایید با هم ببینیم چطوری جادوی کلمات و رنگ‌ها میتونه سرنوشت دو نفر رو برای همیشه به هم گره بزنه. فقط با همین یک جمله نویسنده ما رو پرت میکنه وسط ماجرا. میتونید حسش کنید؟ بوی کاغذهای قدیمی، بوی چوب. این کتاب فروشی فقط یه مغازه نیست، نه. انگار صحنه یه تئاتره، صحنه نمایش سرنوشت. جایی که هر کدوم از این قفسه ها یه قصه ناگفته برای خودشون دارن. و خب دقیقاً همینجاست، تو همین مکان جادویی که دو تا دنیای کاملا متفاوت به هم میرسن. الیاس و رعنا، قهرمان‌های ما برای اولین بار اینجا با هم روبرو میشن. این همون لحظه‌ایه که سرنوشت انگار اولین نخ از کلاف پیچیده داستانشون رو باز میکنه. این تضاد قشنگ رو ببینید. از یه طرف الیاس رو داریم، کسی که غرق شده تو دنیای کلمات و دنبال یه حقیقت پنهان بین صفحه‌ها میگرده. از طرف دیگه رعنا رو داریم، یه هنرمند که با رنگ‌هاش به دنیای خاکستری جون میده. یکی دنبال روح کلمات، اون یکی به دنیای بیروح رنگ میپاشه و تمام زیبایی داستان دقیقاً تو همین تفاوت هاست. و این همون جرقه اوله. یه لحظه خیلی ساده ولی در عین حال ابدی. تصور کنید بین اون همه کتاب، انگشتای هر دوتاشون همزمان یه کتاب شعر قدیمی رو لمس میکنه. انگار این اونا نبودن که کتاب رو انتخاب کردن، بلکه این خود کتاب بود که اونا رو برای همدیگه انتخاب کرده بود. این جمله الیاس فوق‌العاده است. تمام اون حس تقدیری که توی هوا موج میزنه رو توی همین یه جمله میشه دید. این یه تعارف ساده نیست ها. این یه جور درک ناگهانیه. یه درک از این که این برخورد خیلی فراتر از یه اتفاق ساده است. یه ارتباط عمیق و فوری همونجا شکل میگیره. خب، اون آشنایی اول بود. اما چطوری این برخورد سرنوشت‌ساز تبدیل شد به یه رابطه عمیق؟ داستانی که با یک کتاب شروع شد، خیلی زودتر از چیزی که فکرش رو بکنید، تبدیل شد به داستان زندگی خودشون. این اسلاید در واقع نقشه راه ساخته شدن عشقشونه. میدونید این یه قرار هفتگی ساده نبود، یه جور آیین مقدس بود براشون. هر سه شنبه اونا فقط صفحات یک کتاب رو با هم ورق نمیزدن، بلکه انگار صفحات روحشون رو برای همدیگه باز میکردن. همین تکرار، همین آیین پایه‌های عشقشون رو محکم و محکم‌تر کرد. نکته کلیدی دقیقاً همینجاست. اونا فقط توی یک کتاب شریک نبودن، نه. اونا کل دنیای درونیشون رو با هم تقسیم می‌کردن. از کلنجار رفتن‌های الیاس با کلمات تا رویای بزرگ رعنا برای دیدن جهان. اونا کنار هم امن‌ترین جای ممکن رو پیدا کرده بودن تا آسیب‌پذیرترین بخش‌های وجودشون رو به هم نشون بدن. اما خب هممون میدونیم که هیچ داستان عاشقانه بزرگی بدون یه چالش خیلی بزرگ کامل نمیشه. حالا میرسیم به نقطه عطف داستان، جایی که یه انتخاب فوق‌العاده دردناک این دنیای قشنگی که ساخته بودن رو تهدید میکنه. این صحنه فضا رو برای نقطه اوج داستان آماده میکنه. اون بارون، اون شب سرد، همه چیز یه حس ناخوشایند، یه حس تغییر بزرگ و قریب الغروق رو منتقل میکنه. تنشن داره آروم آروم بالا میره. و این همون ضربه سرنوشته. این خبر مثل یه بمب وسط دنیای آرومشون منفجر میشه. رویای بزرگ رعنا، همون رویایی که الیاس همیشه بزرگترین مشوقش بود، حالا تبدیل شده به بزرگترین تهدید برای عشقشون. دورترین نقطه ممکن. این کلمه ها وزن یه دنیا فاصله رو با خودشون دارن. اینجاست که ما دقیقاً میریم تو قلب طوفانی که توی وجود الیاس به پا شده. این یه سواله که هیچ جواب راحتی نداره واقعاً. باید از عشقت بگذری تا اون به رویاش برسه، یا ازش بخوای که به خاطر تو از رویاش بگذره. یه انتخاب واقعاً غیر ممکن. بسیار خوب، حالا میرسیم به بخش پایانی و گره‌گشای داستان، جایی که شخصیت‌های ما باید انتخابی بکنن که مسیر زندگیشون رو برای همیشه تغییر میده. این تصویر خودش به تنهایی یه داستان کامله. اون بلیت فقط یه تیکه کاغذ نیست، نماد تمام آینده‌ایه که میتونه داشته باشه و در عین حال نماد تمام چیزیه که ممکن از دست بده. وزن این انتخاب بزرگ روی دستاش سنگینی میکنه. و اینجاست که همه چیز تغییر میکنه. این جمله الیاس اوج فداکاری و درک عمیقش از عشقه.
اون میفهمه که بزرگترین داستان اون داستانی نیست که مینویسه، بلکه داستانیه که زندگی میکنه و مقصد نهایی اون یه مکان جغرافیایی نیست، یه انسانه. و این هم پایان شیرین داستان ما. این اسلاید خیلی سریع بهمون نشون میده که انتخاب درستشون چه نتیجه قشنگی داشته. اونا نه تنها عشقشون رو حفظ کردن، بلکه اون رو به یه چیز ملموس و خلاقانه تبدیل کردن. یه کتاب مشترک که نماد خود داستانشونه. این عنوان کل داستان رو تو 2 کلمه خلاصه میکنه. سه‌شنبه‌های بی‌نهایت. اون آیین مقدس هفتگی حالا تبدیل شده به یه عشق ابدی. هنر الیاس و هنر رعنا، کلمات و تصاویر حالا در آغوش هم یه داستان واحد و جدید رو تعریف میکنن. خب حالا که داستان به پایان رسید، بیایید یه نگاهی به پیام اصلی و هسته مرکزی اون بندازیم، به اون نوری که باعث میشه این قصه انقدر قدرتمند و به یاد موندنی باشه. این جمله چکیده تمام داستانه. یه پیام فوق‌العاده عمیق درباره اینکه خوشبختی و معنای واقعی زندگی شاید تو مقصدای بزرگ و دستاوردهای دور از دسترس نباشه، بلکه توی ارتباطات انسانی، توی لحظه‌های کوچیک و توی عشقی که با دیگران شریک میشیم پیدا میشه. و با این سوال تأمل برانگیز این بررسی رو تموم میکنیم. این داستان بهمون یادآوری میکنه که شاید بزرگترین ماجراجویی زندگی سفر کردن به دور دنیا نباشه، بلکه پیدا کردن کسی باشه که خودش تمام دنیای ماست. خیلی ممنونم که با من همراه بودید.